سیستم تمرینی تقارن میدونید چیه؟ اولین پایه سیستم تمرینی بدنسازی برای مبتدیان و تازه کاراست. دوستای عزیزی که تو باشگاه گاهن دیده شده که میگن آقا از سمت راستم عکس بگیر، میگیم برای چی؟ میگه راستم بهتره، کات‌تره، یا پای راستم عکس بگیر یا پای چپم عکس بگیر. علتش اینه که اینا سیستم پایه رو رعایت نکردن. دوستایی که تشریف میارید باشگاه اولین بار یا مبتدی هستید، سعی کنید با سیمکش و طناب و دستگاهی که تک دستن کار نکنید. علتش اینه که اگه راست دست باشید، دست راستتون نسبت به دست چپتون قدرتش بیشتره. به خاطر همین سعی کنید با میله و هارتل و دستگاهی که جفت دستن کار کنید که دست چپ و راستتون تقارن پیدا کنه و زورشون نزدیک به هم بشه. انشالله که خوشتون بیاد. امید موفقیت.